سلام، میخوام پروژه خونه آدری رو بهتون نشون بدم که طراحی و اجراش 0 تا 100 با تیم ما بوده. اول جایی که باید بهتون نشون بدم این قسمت جذاب هستش که ما به این شکل دکورش کردیم. اولین جایی که وقتی من وارد این خونه میشم میبینم، یعنی ورودی باید یه جایی باشه که خیلی شاخص باشه و دعوت کنندگی داشته باشه. روبروی ورودی ما هستش که ما با این قاب بندی، آینه کاری و این گلارایی و چراغ‌های دیوار کوب دکورش کردیم. یکی از مشکلاتی که این خونه داشت نداشتن فیلتر ورودی بود، یعنی من وقتی در رو باز میکردم مستقیم وارد فضاهای اصلی میشم. پس ما آمدیم همچین فیلتری رو اینجا تعبیه کردیم با این طراحی که چیزی که جذاب ترش میکنه شیاری و متخلخل بودن این پارتیشن یا فیلتر هستش، به خاطر اینکه باعث میشه که نور رد بشه. پشت این آینه رو چی کار کردیم؟ به خاطر اینکه این لوور بود و پشت مشکی آینه دیده میشد. پس ما اومدیم با اینکه حالا اجراش هم یک مقدار چالش برانگیز بود، اومدیم پشتش هم آینه نصب کردیم. یه فضا خیلی جذابی ایجاد کرد که ما از کنار اینو به صورت لوور میبینیم و خبر نداریم که اینجا مجددا آینه هست، ولی وقتی که میایم روبروش این آینه نیم دایره مجددا دیده میشه. قسمت دیگه برای ورودی این کفشکنی بود که ما تعبیه کردیم. پشت این قسمت لوله گاز و چیزایی بود که باید کاور میشد و ظاهر نازیبایی داشت. اینجا پاف کفشکن رو گذاشتیم. اینجا کمد لباس هستش و چیزی که اینجا اتفاق افتاده همینطور که میبینید، این کنسولی که ما داریم هم کنسول هست و هم در واقع کاوری هستش که برای شوفاژا دیده شده. یه چالش دیگه این خونه این بود که نسبت عرض پلان به طول پلان خیلی کم بود و ما یک سری ستون مونوتون و تکراری داشتیم. ما اومدیم اینو چطوری حل کردیم؟ با متنوع کردن دیوارها. یعنی ما نیومدیم همه دیوارها رو یک طرح بزنیم که این یک نواختی باعث بشه طول بیشتر دیده بشه. پس اومدیم هر دیوار بین ستون رو به یه شکل متفاوت از هم طراحی کردیم. برای مثال اینجا آینه مشبک زدیم. قسمت بعدی بین دو ستون رو با این لوفرها و قاب بندی و پتینه طراحی کردیم و نهایتا دیوار روبروی ورودی که به این شکل طراحی و اجرا شد.